سلام علیکم دوستان عزیز، من سادردین انnaев با شما میخوایم امروز در موضوع خیلی جالب کمی صحبت نماییم. این هم باشد درباره موضوع قدرت، توانایی صحبت نماییم. دایره قدرت راستی از چندین زینه ها عبارتند و هر یک کدام آن سرحدی معینی خود را دارد. اولا این سر می شود دایره از دایره قوه جسمانی، یعنی ما می توانیم با واسطه قوه جسمانی بدن خود را آب و تاب دهیم، با ورزش مشغول شویم. ما می توانیم با واسطه قوه جسمانی این یا آن اشیا را از دیگر جا برداشته و دیگر جا مانیم، در زمین کشت و کار کنیم، ساختمان کنیم و دیگرها. لیکن اگر ما با واسطه قوه جسمانی از مغازه در آمده بازاری مال اشیا گیریم، البته این جنایت است. اگر ما با واسطه قوه جسمانی با زن و فرزند خود زورآوری کنیم، این وحشیگی است. یعنی سرحد قوه جسمانی یعنی که معین است، دایره معینی خود را دارد که نمیتوانیم از آن بیرون برآمدن. از دایره جسمانی دیده بقوتر این دایره است، دایره پول. آن کاری را که با قوه جسمانی کرده نمیتوانیم، میتوانیم با واسطه پول اجرا نماییم. یعنی میتوان خانه نساخت، خانه خرید یا ماشین خرید، دیگر اشیاء روزگار را با واسطه پول خریداری کرد و با واسطه پول بسیار مشکلات را میتوان آسان کرد. لیکن پول نیز سرحد معین خود را دارد، از آن بیرون برآمدن امکان ندارد. یعنی ما با واسطه پول نمیتوانیم خوشبختی بخریم، ما با واسطه پول نمیتوانیم سلامتی بخریم. یعنی پول نیز یک سرحد، دایره محدودی خود را نیز دارد. از پول دیده باز دایره بقوتر این دایره حاکمیت است، یعنی در این یا اون منصب کار گرفتن. بسیاری شخصیت ها هستند که کوشش میکنند، حرکت ها میکنند که در این اون وظیفه ها باشند، یا حداقل آنها حرکت میکنند که با منصبداران رابطه دوستی پیدا کنند و با واسطه این شخصیت ها مشکلات های در پیش آمده خود را آسان نمایند. در حقیقت میتوان با واسطه حاکمیت، یعنی که ما تجارت هامون را رشد داد، ما میتوانیم برای ساختن کارخانه و دیگر چیا، مثال برای ما دستی مدد و کمک برسد. یعنی که با سر قدرت اومدن، به حاکمیت اومدن، ما میتوانیم مثلا اگر شما یک تاجر باشید، تجارتکار باشید، شخصای قدرتمند یعنی که در سر حاکمیت بوده میتوانند به تجارت شما تاثیرات مثبت یا تاثیرات منفی نیز رسانند، یعنی تجارت شما رو بندن یا دیگر حالت ها. به هر حال یعنی که حاکمیت داری، یعنی که داره قدرتی از منصب استفاده بردن، این هم محدودیت های خود را دارد، یعنی یک سرحدی معینی خود را دارد که از آن نیز بیرون برآمدن نمی شود. یک نمونه میاریم، یعنی که حاکم میتواند به کارگر خود فرمان دهد، لیکن به عضو بدن خود فرمان داده نمیتواند که بیمار نشود. یعنی که نمیتواند فرمان دهد که باران نبارد، نمیتواند فرمان دهد که زمستان قحطان نشود. یعنی حاکمیت داری نیز یک سرحد معینی خود را دارد. برای همین از این سه دایره بقوتر، پرقوتر دایره وسیع دارد، این دایره دانش است. یعنی آن کاری را که، آن مشکلاتی را که توسط قوه جسمانی نمی شود، توسط پول حل کرده نشود، توسط منصب و قدرت اگر حل کرده نشود، این توسط دانش حل کرده می شود. یعنی دانش این روشنی است، مشکل کشی همه ما و شما است. مثلا اگر منصبداری که در سر حکومت باشد، دانش همون ساحه را نداشته باشد، اون نمیتواند قدرتمند شود، اون نمیتواند منصبداری آبرومند شود. یعنی برای این ضرور است که منصب را گرفتن آسان است، لیکن در آنجا ایستادن دشواری ها دارد، چون که دانشی ان همون ساحه را داشتن این بهترین نمونه میگردد. آن از همین سبب است که تمام سروران، حاکمان و در گرد خود
دانشمندان رو همه وقت جمع میکنند، گرد میآورند، از اونها مصلحت و مشورت ها میپرسند تا اینکه دولت اونها پایدار باشد، دولت اونها رشد و نمو یابد و تجارت و مشکلات های سیاسی و اقتصادی که میشود محض توسط همین دانشمندان حل نمایند. به هر حال دانش نیز سرحد معین خود را دارد، یعنی دایره معین خود را دارد. ما نمیتوانیم از آن نیز بیرون برآمده. پس چیست که سرحد ندارد؟ چیست که ما توانیم با واسطه آن تمام خواسته های خود را به دست بیاریم؟ این دایره دعا است، عبادت. یعنی هر عملی میکنیم، هر دانش میگیریم، هر کاری که ما کردنی میشویم، یعنی که دعا کرده از خداوند اجرایش آن را خواستن در کار است. تا کدام درجه ما به این مرتبه میرسیم، تا کدام درجه دعای ما تیزتر اجابت میشود، این از آن وابستگی دارد که تا چقدر ما خود را پاک میگردانیم، تا چقدر ما راه راست را برای خود پیش میگیریم تا اینکه دعای ما تیزتر به اجابت برسند. برای اونی که ما موفق باشیم، برای اونی که خواسته های ما نیست خداوند تیزتر برای ما عملی گرداند، پس ما دعا گرفتنمون لازم. برای همین توصیه میدیم خدمت پدر و مادر کنید تا دعای آنها را گیرید. خدمت بیچارگان و درماندگان و معیوبان را کنید تا دعای آنها را گیرید. خدمت خلق و جامعه و محل و جای زیست را کردن در کار تا از آنها نیز دعا بگیریم. یعنی که دعای این طایفه ها میتونن ما را در زندگی موفق و کامیاب بگردانند. دعا کنیم که تاجیکستان ما تنگ باشد، آسوده باشد. هم وقت دعا کنیم که تاجیکستان ما در حال رشد باشد. یعنی که دعاگوی آن باشیم که چنین یک کشوری آباد و زیبا و تنج داریم. دعاگوی آن باشیم که رشد تجارت و کشاورزی و ساحه صنعت در جمهوری تاجیکستان در حال انکشاف یابی باشد. دعاگوی آن باشیم که مردم تاجیکستان سالم و بردم و با قوت باشد. دعاگوی آن باشیم که یعنی که فراوانی که در جمهوری تاجیکستان می شود با تمام دنیا ما محصولات کشاورزی و صنعتی خود را پیشنهاد نماییم. دعاگوی یکدیگر باشیم. شما نیز در حق ما دعاگو باشین. دعاگوی آن باشین که مشکلات هایی که در تجارت ما میشد، نقشه هایی که در تجارت ما داریم، مقصد هایی داریم برای رشد آینده تاجیکستان، برای رشد علم و فرهنگ در جمهوری تاجیکستان، در حق ما نیز دعا گویید. بیا دعاگوی یکدیگر باشیم تا اینکه با مقصدهای نیک دنیا و آخرت خود برسیم. تشکر برای شما. دعاگوی یکدیگر باشیم.